عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین پیج و سایت مشهد خونه. واحدی که امروز براتون آوردیم واحد 94 متری کاملا نوساز واقع در خیابان عبادی هست. واحدی که سال 1403 انتهای برج 10 به بهره برداری رسیده. مالک به دلایل مشکلات مالی قصد فروش این ملکو دارن. واحدی که طبقه اول تک واحدی هست. ورودی ملکو دارین شما مشاهده می‌فرمایید. وارد اتاق پذیرایی که میشیم 2 عدد فرش 3x4 هست به علاوه یک آشپزخونه‌ای با فرش 9 متری، کابینت‌ها تمام امدیه، گاز رومیزی و خود. خونه از 2 طرف نورگیر داره، از انتها و از بغل خونه به علاوه یک تراس 3 متری هم داخل هست که میتونید ورودیش از سمت پذیرایی هست و کاملا به پایین پارکینگ مشرف هستیم. تو این خونه 2 عدد خواب داره، هر خوابش حدود 12 متره، اما با توجه به کمد دیواری فرش 9 متری بیشتر ارائه نمیشه داخل هر خونه هر اتاقی. کمد دیواری هست تو هر اتاق به علاوه کانال کولر. این هم اتاق خواب بعدی که این هم نورگیر دارد و کمد دیواری هستش که از این بابت خیلی به نظر بهتر میرسه. سرویس بهداشتیاش هم در انتها میبینید. قبل از اینکه کلیپ تموم بشه اگر چنانچه مایل بودین جهت خرید این ملک میتونید کپشن رو مشاهده بفرمایید. سرویس ها هم مشاهده میفرمایید انگار توی راستا هستن اما کاملا جدا. سرویس ایرانی فرنگی و حمام در خدمتتون هستیم.